بس Gorbi? دوستان عزیز، خواهرک ما را دیدن که چه خیلی بیمار است و خدا بهترین ثواب شما میگیرن که اگر یک کف داشت بکنین یا یک سامانی که خیر میکنن. این خواهرک باید با ازبکستان برن تا اپیراسش کنن. مبلغی ندارن که ببرنش. با کمیش تا اپیراسش 70-100 هزار سامانش با فکر میره. به غرض رسخدا و به غرض چیزاش نمی قسم میره. چند قیم میتونن به خاطر الله خواهرک دیدن که چه خیلی کسل میشه. نه با خودش صحبت کرده همه طرفا چند قیم میتونن خالصانه با همه صاحبکارا التماس خواهش میکنم. خواهش برادرانه میکنم. خواهش دادرتونه همین خواهرک دستگیری که خواهرک به نهایت مزاش گرفتگی وضعیتش بزبه. امروز این خواهرک سن 10 گذشتگی 2 سال پس دیگه باید بود کنه شوهر کنه خونه بختش بره فرزنددار شه. میگه چی؟ میگه اکا جان من بیمارم چیکار کنم کسلم من باید توبت کنم خودم بعد شوهر کنم. با این بیماری مرا کی میگیره؟ انشالله خواهرک ما را میگیرن. انشالله خوشبخت میشه. انشالله با امر الله دعا میکنم که خوشبخت شود. صاحب فرزنددار صاحب خانه و در عائله صالحش بوده. فرزندای صالح و صالحش بوده. خواهرک چند قیمت خالصان الله دستگیری کنید. نمره کارتان نمره تلفن حتما زنگ بزنید. احوال خواهرک ما خبردار شد. السلام علیکم. ویدیو را تماشا کنید. علیکم. که نسیم کامل دبر آمدم که باید اپیرات برم. سونا سیسکی یک سوم نرسیسکی سوما باید بگیرم اپیرات بره. التماس اکاها اپاها التماس پیشتان یاردم کنید که من باید اپیرات برم. برادران عزیز، به خاطر الله چند قیمت خالصان الله دستگیری کنیم خواهرک ما را که تا که امروز زورش اومده که درای اکرام رو اومده صنف 10 این دختر یاخش باور که سن سال ایده عیبه نه که امروز زورش اومد که درای اکرام رو اومده از ما و شما طلب کرده که چند قیمت دستگیری کنن که با ازبکستان اپیراس بروا. چند قیمت به خاطر الله دستگیریش کنن باور که خیلی ثواب بهترین میگیرن. یگون گپ گفتنی داره خواهر من برای برادرها برای صاحبکارای وطن دوستدار انشالله با امر الله دستگیریتون میکنن. اکا التماس میکنم از همتون التماس میکنم که یک یاردمی کنید که باید اپیرات برم. Gorbi? فهمید چی میکشه زکنه Просто من دخوش کن وایرایی Znaš da, narava. Ne. یا سخت بیچاره گفتی سولی بگو Kavuşsa. Kavuşsa. اوش